زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. در مورد کار امام حسن ما هیچ در صدد نمی آییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح کرد و چه موجباتی داشت. امام حسن اگر صلح نمی کرد یقینا اسلام ضربه میدید. برای خاطر اینکه اون چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقایق را نمیدانستند. تبلیغات و پول و کارهای گوناگون سیاسی اون چنان جو بدی به وجود آورده بود که امام حسن اگر اون روز خود را و جان خود را و جان اصحاب نزدیک و معدود خود را از دست میداد، چیزی از اسلام باقی نمیموند. آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن، این کار امام حسن. امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟ برای خاطر اینکه به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن می‌زدند، اما پیچیدگی کار امام حسن و ظرافت اون موضع اون چنان بود که حتی دوستان او هم به او طعن می‌زدند، نمی‌دانستند و به او یا مذل المؤمنین می‌گفتند، اما صبر کرد. امام حسن بعد از حادثه متارکه جنگ بنا کرد تشکیلات دهی و سازماندهی، اون کاری که تا اون زمان انجام نشده بود، لزومی هم نداشت، امکان هم نداشت. یک سازماندهی عظیم شیعی رو به وجود آوردن. این همون سازماندهیه که شما در کوفه، در مدینه، در یمن، در خراسان، در مناطق دوردست حتی نشانه های او رو میبینید زمان امام حسین. و بعد از ماجرای شهادت امام حسین همون سازماندهی بود که ماجرای توابین رو به وجود آورد، ماجرای مختار رو به وجود آورد، ماجراهای فراوانی رو در دنیای اسلام ایجاد کرد که تا آخرم نذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنی امیه پایین بیاد. این تشکیلات زمان امام حسین بود که امام حسین وقتی شهید میشد میدونست که دنبال خودش یه تشکیلاتی رو داره باقی میگذاره که اینها پرچم رو بالا نگه خواهند داشت و نمیگذارن که قضیه لوث بشه و حقیقت مکتوم بمونه. جنگ نظامی را امام حسن با اون دشمنی که قبلا باید افشا بشود و سپس با اون مبارزه بشود متوقف کرد تا جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ تبلیغاتی و جنگ اسلامی خود رو با او شروع بکند. نتیجه این شد که بعد از آنی که امام حسن از دنیا رفت و امام حسین علیهم السلام هم 10 سال دیگر همون راه امام حسن را ادامه داد، وضعیت دنیای اسلام به اون جایی رسید که دیگه میتوانست فرزند پیغمبر اونچنان شهادتی را بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا اون شهادت بماند و منشأ آثار مقاومت‌آمیز و بزرگ بشود و اسلام را زنده نگه بدارد. این کار امام حسن.